آی. هر کسی یه نقضی داره. ای خدا. سلام. هلو. دلم میخواست چای بیارم ولی بچه خیلی گرمه. خیلی گرمه. بچه قرار نبود اصلا من یه همچین ویدیویی بگیرم. من صبح پا شدم و اینطور بودم که ویدیویی که قرار بود بگیرم یه سری ویدیوهاش حاضر نبود. داشتم میگشتم دنبال اون ویدیوها که مثلا اوکی کنم و این چیزا بشینم پای ضبط ویدیو. یهو یک پستی در اینستا به تور من خوردم و اینطور بودم که وای. آره واقعا از روانی شدم. به خاطر اینکه دهنم سرویس شد انقدر که من دیگه از این پست دیده بودم و اینطور بودم که وای بسه دیگه تو را خدا بسه این عذابو تمامش کنید. شاید بگید خب مثلا پست چی بوده؟ خزوخیل بوده؟ نه. چه میدونم سم بوده؟ نه. بچه‌ها من میخوام بدونم از کی این ترند ماه تولد اردیبهشت مد شد. بابا ما اردیبهشتی ها اصلا سرمون تو لاک خودمون بود، هیچ کسی به اردیبهشتی کاری نداشت، اصلا اردیبهشت اسمش جای در نمیرفت. یهو یه ویدیو پخش شد از اون به بعد همه من اردیبهشتیم ما اردیبهشتی ها خفنیم ما فلان. وای بسه دیگه تو رو خدا بسه، منم اردیبهشتیم روانیم کردین. و بچه این داستان ویدیو شد که من اینطوری بودم که اصلا جهنم و ضرر. کلا موضوع ویدیو رو تغییر دادم. امروز یه سری ویدیو در بردم که کلا راجع به اردیبهشتی درست شده و بریم با هم دیگه ببینیم. من به عنوان یک اردیبهشتی قراره نظرمو راجع به این ترند اردیبهشت بگم. بچه‌ها اشتباه برداشت نشه، من به عنوان یک اردیبهشتی قطعاً قبول میکنم که اردیبهشتی خیلی خفنه. شما چه اردیبهشتی باشید چه نباشید خفنید. فقط یه اردیبهشتی باشید خفن ترید. زنقدش. نه شوخی کردم بچه‌ها، دوام نکنید. بچه‌ها نیمو دیدید که با شربتم ست بود. بچه قبل از که وارد ویدیو شیم، من قبل از هر ویدیویی از این بعد سعی میکنم که یه چیزی که اون روز بهم انرژی داد و اینطور بودم که خیلی حالمو بهتر کرد، حالا چه یه نوشته باشه چه یه کار باشه چه یه خوراکی باشه هر چیزی باشه رو بیام باهاتون در اشتراک بذارم. واسه این ویدیو اینه، یه کامنت بود زیر اولین ویدیوم که ولاگ بودش که انها آندرلاین ان 7 نوشته، نمیدونم راستش کی هستی عزیزم، ولی زده درود دخترک، منتظر ویدیوهای بیشتری ازت هستی، موفق باشی. قربونت برم من عزیزم. امیدوارم که ویدیوهای بیشتری همینطور تون 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 بسازم، شما بیشتر حال کنید بیشتر خوش بگذرونید. بچه سربندمو خودم بافتم. ما اردیبهشتی‌ها با استعدادی. بریم سراغ ویدیوی اول. من رو به دوستان وقتی میفهمم ماه تولدم ترند شده. وای. همه آدمای پرو میدونی اردیبهشتی‌ان خفن اردیبهشتی‌ان دیگه. همه چیز از این یک ویدیو شروع شد. وای. خود این ویدیو که اومد من اینطور بودم که او چاکریم. بعد هی میدیدم بعد اینطور بودم که وای چقدر باحال، چقدر اردیبهشتی. بس دیگه. خیلی عجیب بود واسم، تا حالا ماه اردیبهشت ترند نشده بود هیچ وقت. بعدی چیزایی که باید هر روز به اردیبهشتی و تیرمایه بگی. خوب این یکی حداقل تیرمایه قاطی شه. چاکریم. اینو هر روز به همه ماها بگید. یعنی چی؟ خیلی بدم میاد انقدر سر این ماهای تولد توی اینستا جای جنگ شده، ما خورده یا فلانیم، ما تیر ماهی رو اینطوری، ما شهری بر ماهی رو اینطوری، نه فقط اردیبهشتی و کلن خفه شید. شما خیلی شانسی اون روز بده می اومده، چیزی نبوده که مثلا اینطوری باشید که دستش آورده باشه، شما شانسی اون روز بده می اومدید. آیا تو دخیل بودی تو اینکه اردیبهشت به دنیا یا خودت مثلا قبل از که وارد دنیا شی گفتی من میخوام اردیبهشت به دنیا؟ نه، اتفاقی که افتاده به دنیا اومدی. پوز چی رو داری میدی؟ ویدیوی بعدی زده اردیبهشت، فقط همین. ابراز عشق. من عشق کدوم عشق؟ بکنی حتما زنم میتونی بهم زور بگی. شما با مشارکت زنها در رهبری جامعه مشکلی دارید؟ هیچ مردی کاملا قابل اعتماد نیست. نمیدونم راجع به بقیه بچه اگه کسی اردیبهشت هست اینطوری بیاد بهم بگی من اینطوری ام. واقعا وای به اردیبهشت میداد. من هر دختر اردیبهشتی دیدم این مدلی بوده تقریبا اینطوری بوده که
ابراز احساسات، ابراز عشق. من بچه این پوز دادن نداره. یعنی اینکه ما ابراز احساساتمون بلد نیستیم، ولی از اونجایی که خیلی کمبود بزرگیه ما سعی میکنیم که پوزشو بدیم، اینطور بشیم که نه من خیلی با شوکه‌ام، این اصلا سبک زندگیمه میدونی. نه we are all shit in love, at least I am. بعدی بچه استایلمو خدایی دوست دارید یا نه؟ حال کنید با استایلم یا نه؟ امروز برای تو قهوه‌ای پوشیدم، من خیلی رنگ قهوه‌ای دوست دارم. چه اگه نیاز به کمی خنده و غیبت دارید برید ویدیو قبلی گفته که، ولی به نظر من هیچ ربطی به ماه تولد نداره، آدم باید ذاتش خوب باشه، مثل اردیبهشتی و آبادی. تاکید میکنم فقط اردیبهشت و آب. چه بذارید اینجا یه سوال بپرسم ازتون، کسی رو دارید که اردیبهشتی باشه و اینطور بشید که ببینید اینطورید که وای بدترین آدمیه که من تا حالا دیدم؟ اگه دارید بگید، چون من داشتم. بعدی متولدین اردیبهشت یه لبخند دارن به اسم خفه شو تا نریدم بهت. دیدم که میگم بس میگه بچه ها، بذارید لبخندم بهتون نشون بدم. بعدی زده وقتی صحبت از لجبازی اردیبهشت ماهی میشه، کجایی؟ هر جا. راست میگه، اصلا ادامهش لازم نیست بخونم، منم یکم لجوجم بچه ها. یه کوچولو زده کجایی؟ زده هر جا. بعد یارو جواب داده که جواب من اینجوری سربالا نده، وقتی میپرسم کجایی درست بگو فلانجام. زده فلانجام. ای آفرین. بعدی اردیبهشتی ها خیلی مهربون، دلسوز و صبورن، اما وقتی صبرشون تموم شه خدا به داده اون یه نفر برسه. چه اینو همه اطرافیان من تایید میکنن. من به شدت آدم بیخیالی هستم. بیخیال که نه، یعنی خیلی کم پیش میاد که شما واقعا بتونید سر یه مسئله‌ای من رو هرس بدید. هر اتفاقی میفته اینطوری که نه ارزش انرژیمو نداره، نه ارزش وقتمو نداره، نه حال صحبت ندارم، نه بیخیال. ترجیح میدم این وقت و انرژی رو بذارم پای کارهای خودم و 99% مواقع اینطوریم، مگر اینکه رو اون حالت 1% باشه. توی اون حالت 1% اصلا فرق نمیکنه ما داریم دعوا میکنیم، دعوا نمیکنیم، داریم صحبت میکنیم مثلا یا نه. من اگه باهات حال نکنم جرت میدم. هر کسی یه نقضی داره. کلا مثلا خیلی کم پیش میاد از یکی واقعا بدم بیاد، اینطور که یا مثلا با یکی حال میکنم یا حال نمیکنم، اینطور که خب ایگنور ولش کن. ولی از یکی وقتی بدم بیاد اصلا امکان نداره بتونم قیافه‌مو جلوش بچه‌ها کنترل کنم. مثلا دوستای من اینطوریان که مایده ضایع نکنی ها، همه میدونن، همه عالم و آدم میدونن که تو از این بدت میاد، ولی ضایع نکن. من میتونم که اوکی نگران نباشید. بچه‌ها ویدیوهامون تموم شد راستش. من واسه این ویدیو ترجیح دادم یکم تعداد ویدیوها رو بیارم پایین که بتونیم خودمون صحبت کنیم. بچه چه خبر عزیزانم؟ بچه‌ها راجع به این نظریه من با تو صحبت نکردم، تو رو خدا بهم بگید نظریه درستیه. بچه‌ها زبان‌های خارجی خصوصا انگلیسی اومد تر زد توی زبان پارسیمون. ببینید ما همین الانش هم که داریم صحبت می‌کنیم خیلی از کلمات انگلیسی رو توی جملاتمون به کار میبریم، مثل همین اوکی. خیلی چیز عادیه، مثلا چیز بدیه. اما من همش دارم میفهم میکنم که چرا اونا اومدن تر زدن تو زبان ما نریم تر بزنیم تو زبان اونا. مگه ما چیمون کمتره؟ و واسه همین نمیتونم که آقا تو رو خدا لهجه پرشین رو باب کنید، جوری که خود خارجیان با لهجه پرشین صحبت کنن. خیلی باحاله. مثلا فکر کن یارو زنگ بزنه به مامانش بگه Hello, Maman. How are you? Where are you now? Are you in your house? برای همین هم هست که من توی ویدیوام خیلی وقت جملات انگلیسی میگم ولی با لهجه پرشین. لهجه اصالته بچه‌ها. چه دلم میخواد راستش تو این ویدیو یکم راجع به خودم صحبت کنم، چون که ویدیو راجع به اردیبهشته، منم اردیبهشتیم، چرا که نه. بچه دیشب من انقدر فشار روحی روانی بهم وارد شده بود، هم فشار کارم زیاد بود، همین که از نظر روانی اصلا اوکی نبودم، کلی کار داشتم و باید یه پستی رو ادیت میکردم، آپلود میکردم. پست هنوز ادیت اصلا انتخاب نشده بود، هنوز چیزاش الماناش که مثلا بیام ادیتش کنم و این چیزا. و ساعت 11 شب بود بچه‌ها. من اینطوری بود که من قرار بود ساعت مثلا 8 آپلودش کنم و بچه همینطوریش میگم داغون بودم، کارم عقب افتاده بود، داغون تر شدم و به جای اینکه پاشم کارم ادیت بزنم و اینا، تا یک حرکت رونالدینیویی رندوم پاشم رفتم عشق ابدی دیدم.
راستش بگم فعلا تا اینجای کار از هیچ کدومشون خوشم نمیاد. خیلی موقعیت جالبی بود بچه، باید منو میدیدید. اینطوری بودم که کارم دیر شده، فردا روز آپلود من هنوز هیچ کاری نکردم، هنوز ویدیوهای ضبط فردا اوکی نکردم، بعد ویدیو رو ادیت نزدم، این پستم رو درست نکردم، تقویم محتوایی هفته‌مو ننوشتم، برام عشق قراری ببینم. خیلی دوست دارم یه ویدیو معرفی خودم بسازم، فقط راجع به خودم صحبت کنم، چقدر حال بده. خودم رو دیس میکنم. ببخشید خل شدم. بچه اگه واسه ویدیو بعدی ایده دارید که خیلی دوست دارید انجام بدم، حتما توی بخش غیبت بهم بگید. محتوایی که در حال مشاهده بودید به اسمم رسیده. لطفا برای تمدید بسته خود به محتوای دیگر چنل سر بزنید. با تشکر. بچه‌ها خیلی داغونم. شما برید. اگه ویدیو رو دوست داشتین میتونید عضو خانواده‌ام بشید و با من تا ویدیو بعدی بمونید. تا ویدیو بعدی خیلی دلم براتون تنگ میشه. خدافظ. مردم. بچه آجیتون امروز خیلی خسته است. نمیدونم چرا. امروز از اون روزا نیست. ولی اشکال نداره. 3 روزا اینطوری دیگه. در هر صورت ما خسته نمیشیم. میدونید چرا؟ چون ما یه اردیبهشتیم. این بده. خیلی بده. بابا داشتم میکروفون رو میخوردم برگانم. آی براتون فال حافظ بگیرم. نیت کنید. من منتظر میمونم. خب دیگه بسه. به نیت بچه ها، به نیت شما بچه ها، شعر اشوه شیرین اومد و اگه فکر کردید من شعرشو میخونم کاملا در اشتباهید. پایینش 2 خط براتون نوشته، همونو میخونم. بچه راستشو بگید چی نیت کردید؟ تمام تلاش شما این است که آینده فرزندانتان را به نحو مطلوب تامین کنید و مطمئن باشید که در این راه موفق خواهید شد. شرط می‌بندم 99% کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن مجردن. بذارید من واسه خودم یه نیت بکنم بچه‌ها. نیتای شما به درد نمیخوره. وصل دلدار. این چقدر زیاد نوشته. دارای افکار بلندی هستید و می‌خواهید خود را به مقامات بالا برسانید. موقعیت هستید که زندگی یعنی پیشرفت و تا حدودی هم به آن میرسید، اما سعی کنید جاه طلب نباشید و همیشه به اندازه ظرفیتی که دارید قدم بردارید. الان تعریف کردی یا تخریب کردی حافظ جان؟ من نمیدونم واقعا. شاید به این معنیه که نباید جاه طلب باشم و باید ویدیو رو قطع کنم. من جاه طلب نیستم. خداحافظ.